نمایندگان اداره مسلمانان ولایت نمنگان ازبکستان با همسران امام خطیبان این شهر واخورده قاعده های نو را شرح دادند. درباره این نشست یکی از اشتراکداران آن با شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داد. به گفته وی به همسران خادمان دین تاکید شد پوشیدن لباسی که روی را پنهان میکند طبق قانونگذاری منع است و در صورت بازداشت آنها کسی برایشان کمک نخواهد کرد. همچنین از آنها طلب شده است که از حجاب پورا دست کشند. به این زنان فهماندند که من بعد آنها باید روی مالهایشان را نه به شکل عربی یعنی با پوشانده شدن گردن بلکه از روی انانه‌های ملی با گره از پشت بسته شود. به اطلاع منبع ایده از زنان پس از انجام واخوری همان زمان طرز بستن روی مال خود را عوض کردند. رادیو آزادی با سازمان دهنده این واخوری موسی خان عباس‌الدینов راهبر شعبه ولایتی اداره مسلمانان نمنگان صحبت کرد و این موضوع را چنین شرح داد. در نمنگان رسم آیینی مخصوصی لباسپوشی وجود دارد. با زنان یگان فشاری نشده است. همه زنان ما کیها باز موافق دین و عادت‌هایمان لباس می‌پوشند. مسئله سر و لباس زنان تقوادار در همه کشورهای آسیای مرکزی به دخالت شدیدی حکومت‌ها روبروست. از جمله در تاجیکستان نیز با وجود اعلان آن که زنان در انتخاب لباس آزادند، هرگاه ریدهای برگزار شده لباسی که منسوبیت دینی زنان را تاکید می‌کند برچیده می‌شود. چند سال پیش فروش چنین سر و لباس نیز ممنوع شد. با سطر اسلامی وارد شدن به مؤسسه‌های دولتی منع است.